فصل 4. دومین موضوع مهمی که متوجه شدم این بود که سیاره‌ای که شازده کوچولو از آن می آمد فقط کمی بزرگتر از یک خانه معمولی بود. این موضوع برایم عجیب نبود، چرا که خیلی خوب می دانستم به غیر از سیارات بزرگی مثل زمین، مشتری، مریخ یا ونوس که ما انسان‌ها برای آنها اسم انتخاب کرده بودیم، صدها سیارک دیگر هم وجود دارند که بعضی از آنها آنقدر کوچکند که با تلسکوپ هم به سختی قابل مشاهده هستند. وقتی یک ستاره شناس یکی از آنها را کشف می کند، برای آن اسمی انتخاب نمی کند، بلکه به آن یک شماره می دهد. برای مثال آن را سیارک شماره 325 می نامد. من دلایل محکمی دارم که ثابت می کند سیارکی که شازده کوچولو از آن می آمد سیارک B612 بود. این سیارک فقط یک بار با تلسکوپ در سال 1909 توسط یک ستاره شناس ترک مشاهده شده بود. آن ستاره شناس کشفش را در یک کنگره بین المللی ستاره شناسی برای عموم به نمایش گذاشت. اما چون لباس سنتی مردمان ترکیه را به تن داشت، هیچ کس حرفش را باور نکرد. خب بزرگترها اینطوری هستند دیگر. خوشبختانه البته از جهت معروفیت سیارک B612 یک دیکتاتور ترک قانونی وضع کرد که مردمان کشورش را به زور وادار می‌کرد که از شیوه لباس پوشیدن اروپاییان تقلید کنند. بنابراین در سال 1920 ستاره شناس ترک در حالی که این بار لباس اروپاییان را به تن داشت، دوباره کشفش را معرفی کرد و این دفعه همه کشفیاتش را قبول کردند. اگر این چیزها را با جزئیات توضیح می دهم و شماره آن سیارک را به شما می گویم، به خاطر بزرگترهاست. وقتی که شما به آنها بگویید یک دوست تازه پیدا کرده اید، آنها هرگز از شما سوالات لازم را نمی پرسند. آنها هیچ وقت سوال نمی کنند صدای دوست تازه شما چه آهنگی دارد؟ چه بازی هایی را بیشتر دوست دارد؟ آیا پروانه جمع می کند؟ به جای اینها از شما سوال می کنند او چند سال دارد؟ چند تا برادر دارد؟ وزنش چقدر است؟ پدرش چقدر پول در می آورد؟ با دانستن این اعداد است که آنها فکر می کنند همه چیز را درباره دوست تازه شما فهمیدند. اگر به بزرگترها بگویید که یک خانه زیبا دیدم که آجرهایش به رنگ گلهای رز بودند و از پنجرهایش شمعدانی آویزان بود و در بامش کبوترها نشسته بودند، آنها قادر به درک درستی از آن خانه نخواهند شد. شما باید به بزرگترها بگویید خانه ای دیدم که 100 میلیون قیمت دارد. سپس آنها به شما میگویند چه خانه زیبایی. به همین خاطر است که اگر به آنها بگویید دلیل این که شازده کوچولو وجود داشت این است که او خیلی خواستنی بود، میخندید و دلش یک گوسفند میخواست و اگر کسی دلش یک گوسفند بخواهد دلیل این است که وجود دارد، آنها همچنان باور نخواهند کرد. اما به راستی چه چیزی بهتر از این دلایل برای اثبات وجود کسی؟ ولی آنها شانه بالا می اندازند و با شما مثل بچه ها رفتار می کنند. اما اگر به بزرگترها گفته شود جایی که شازده کوچولو از آن آمده سیارک B612 می باشد، فوراً قبول کرده و شما را از شر سوالات بی‌موردشان خلاص می کنند. آنها اینطوری هستند دیگر. نمی شود جلویشان را گرفت. بچه ها همیشه باید در برابر بزرگترها از خودشان صبر و گذشت نشان بدهند. اما مسلماً برای ما که زندگی را میفهمیم اعداد و ارقام خیلی مسخره هستند. دوست داشتم این داستان را مثل قصه پریان شروع کنم. دوست داشتم بگویم یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. یک شازده کوچولویی بود که در سیارکی زندگی میکرد که فقط یک خورده از خودش بزرگتر بود. او به دنبال یک گوسفند بود. برای آنهایی که زندگی را میفهمند این آغاز حالتی واقعی تر به داستانم میبخشید. من دوست ندارم کسی کتابم را بدون تأمل و بی دقت بخواند.
برای به تصویر کشیدن این خاطرات غم سنگینی را به دوش کشیدم. 6 سال از روزی که دوست کوچولویم با گوسفندش مرا ترک کرده است می‌گذرد. اگر می‌بینید که سعی می‌کنم تصویر دقیقی از او را ارائه دهم، به خاطر این است که می‌خواهم مطمئن شوم هرگز فراموشش نمی‌کنم. فراموش کردن یک دوست غم انگیز است. هر کسی که دوستی ندارد، اگر من او را فراموش کنم، ممکن است مثل بزرگترها بشوم که به هیچ چیز به غیر از اعداد و ارقام علاقه‌ای ندارند. به همین دلیل دوباره یک جعبه مداد رنگی خریدم. البته برای آدمی به سن سال من که فقط یاد گرفته مار بوا را از بیرون یا از درون بکشد، آن هم در 6 سالگی، نقاشی کردن خیلی سخت است. خب سعی می‌کنم که نقاشی هایم تا حد امکان واقعی به نظر برسند. هرچند به موفقیت هم زیاد اطمینان ندارم. بالاخره یکیشان ممکن است خوب از آب در بیاید. البته اشتباه هم دارم. مثلا قد شازده کوچولو. در یک جا او را خیلی بلند کشیدم و جای دیگر خیلی کوتاه. راستش در مورد رنگ لباسش هم زیاد مطمئن نیستم، ولی سعی کردم با حدس و گمان یک چیزهایی بکشم. امیدوارم تا حدودی خوب شده باشد. صادقانه بگویم، در مورد جزئیات مهمتر هم ممکن است اشتباه کرده باشم. اما این دیگر تقصیر من نیست. دوستم هیچ وقت چیزی را برایم توضیح نمیداد. شاید با خودش فکر میکرد من هم مثل خودش خیلی چیزها را متوجه میشوم. اما من نمیدانستم چطور گوسفند درون جعبه نقاشی شده روی کاغذ را ببینم. شاید من هم کمی مانند بزرگترها شده باشم. شاید دارم پیر میشوم.